سلام خدمت شما دوستای عزیزم، خوش اومدین به یک آموزش جذاب دیگه که به صورت تخصصی خیلی تخصصی تر روی خط لبخند کار کنیم. بریم چند تا حرکت فوق‌العاده عالی بهتون آموزش بدم. یادت نره کانال سابسکرایب کن، به دوستات معرفی کن و یه کامنت کوچولو، یه لایک از کانال حمایت کن. بزن بریم. خب بریم شروع کنیم حرکت فوق‌العاده عالی که پشت سر هم این حرکات برای رفع خط لبخند هستن. دستا به این حالت این قسمت قرار میگیره. ببین حالت نیشگونه، یعنی این قسمت رو میاری بالا، نگه میداری. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 سال. اگر تایم بیشتری دارید 2 تا 10 تا 3 تا 10 تا مسلسل‌واره. به خاطر اینکه تایم خیلی زیاد طولانی نشه، مختصر من جمع و جور بهتون میگم که چجوری انجامش. 2 تا یا 3 تا 10 تا انجامش میدید. بریم برای حرکت بعدیش به این صورت. یادتون نره حتما این ناحیه رو یه مقدار مرطوب کننده روغن یا کرم هایی که مراقبتی پوستتون رو حتما انجام بدین و بزنید. پس این ناحیه رو از کنار خط بینی به این صورت که دارید ببینید ما ورزشش میدیم. لطف کنید این حرکت رو 1 دقیقه تکرار کنید. اگر وقت بیشتری دارید که بیشتر، خیلی هم عالیه. خیلی خوب. پس حرکت اول رو که بهتون گفتم، این ناحیه رو میگید به این صورت، حرکت بعدیش به این صورت و بریم برای حرکت بعدی. حرکت بعدی این ناحیه رو که کنار پره‌های بینی هست ما به این صورت دورانی ماساژ میدیم. این تحریک میکنه غده‌های لنفاوی، تخلیه میکنه مایع بین غده‌های لنفاوی که اینجا هستش و بسیار حرکت عالی هست. بیس خیلی از حرکت ها رو برای تخلیه مایع لنفاوی ما میذاریم. خیلی خوب. این حرکت رو هم لطف کنید 2 تا ست مثلا 30 ثانیه‌ای انجامش بدید. حرکت بعدی به این صورت هست. دستتون این قسمت قرار بدید، این ناحیه رو به این صورت ماساژ میدید. بعد از چند لحظه که ماساژ دادیم به این صورت میکشیم. پس یه مرتبه دیگه به این سمت این ناحیه رو ماساژ میدیم برای عضله‌ای که این قسمت هست رهاسازی بشه و بعد به این صورت ماساژ میدیم. این حرکت رو لطف کنید 2 تا ست 20 ثانیه‌ای انجام بدید. 1 مرتبه دیگه میرم، دستم این قسمت، این ناحیه رو ماساژ میدم و بعد میکشم. این ناحیه رو ماساژ میدم و بعد میکشم. خب بریم برای حرکت بعدی. دستتون رو این ناحیه بذارید و به این صورت از این کنار بینی شروع میشه و ما هم لیفت میکنیم هم پوست میدیم بالا. 20 تا شماره لطف کنید انجام بدید. سمت مخالف. هر دو طرف لطف کنید در هر دو طرف 2 تا 20 2 تا 10 تا 2 تا 20 تا انجام بدید. فوق‌العاده حرکت عالی هست. تا رو کاپ می‌کنید زیر گونه، لب‌ها جمع و 5 پالس این قسمت رو میزنید و بعد 5 شماره نگه می‌دارید. با من انجام بده یا بعد از اینکه متوجه شدید تکرار کنید. متوجه شدیم؟ پس اول نگه می‌داریم 5 بار ما این قسمت گونه رو به سمت بالا و پایین میاریم و بعد 5 شماره نگه می‌داریم. یه بار دیگه. خیلی عالیه. و در نهایت برای حرکت آخر این حرکت رو لطف کنید انجام بدید.
لب‌ها جلو به سمت چپ و به سمت راست. ده تا شماره این حرکت رو انجام بدین کفایت میکنه. قشنگ احساس ماساژ شدیدی در ناحیه صورتتون احساس خواهید کرد. خب اینم از آموزش این جلسه. امیدوارم که مفید باشه براتون و از زیباییان عزیز لذت برده باشین و حتما انجامش بدین. اگر وقت نداشتین توی روتینتون، این ماساژ صرفاً اختصاصی برای خطوط لب‌ها انجامش بدین. مرسی که هستی. سابسکرایب میکنی، به دوستات معرفی میکنی و یه کامنت و لایک حمایت میکنی. شاداب و پر انرژی باشی.